بار دیگر از هوای گرم و فارم تاجیکستان السلام علیکم برادران و خواهران. من امروز یک موعظه کوتاه برای اون برادرانی که غوطه گناه میشوند و بعد از بعضی از انسان‌های بی توفیق و کورتواد میشوند که این گناه‌های اونها دیگر بخشش نداره و اونها را هر خل به ناامیدی میبرند. دوستان من، الله سبحانه و تعالی وعده داده است که رحمت او از غضب او بالاتر میایستد. پس هر وقتی که بنده الله توبه کرد، خداوند مهربان بخشیدن را دوست می‌دارد. الله سبحانه و تعالی میگه من شرم می‌دارم از اون حالتی که بنده من دو دست بالا میکنه میگه یا ربی من گناه کردم مرا ببخش، دستی رو خالی برگردانم. پس دعا کنین اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا بخشنده هستی، بخشیدن را دوست می‌داری، پس ما را بیامرز. ان شاء الله که الله سبحانه و تعالی گناه‌های هر یک ما و شما را مغفرت می‌کند. و السلام علیکم و رحمت الله.